امروز در بیمارخانه مرکزی شهر اسفره 39 نفر مورد تبابت قرار دارند که آنها مجروح و آسیب دیدگان نیزاهای بین سرحدی تاجیکستان و قرقیزستان می باشند. 9 نفر بیماران این نظامیان هستند. باقی مانده شهروندان می باشند که آنها هنگام نیزای سرحدی آسیب دیدند. در این باره سردختر بیمارخانه مرکزی شهر اسفره به خبرنگاران اطلاع داد. این گروه تنها شب 28 و 29 اپریل زخمی گردیدند. حالت سلامتی یک نفر از زخم گرفتگان وزنین ارزیابی کرده می شود و یکی از کارمندان نظامی است. ما روزهای 28 و 29 اپریل به بیمارخانه مرکزی شهر اسفره همگی 65 نفر از جراحت‌های زخم آتش‌نشان بستری گردیدند. علاقه ما 37 نفری آنها را به رخصتی یعنی به خانه‌هاشون انتقال کردیم. رئیس ولایت سوخت رجب‌بای احمدزاده تمام آسیب دیدگان نیزاهای سرحدی را که در بیمارخانه مرکزی شهر اسفره تبابت می‌گیرند از احوال آنها باخبر شده به هر یکشان 20,000 سومانی کمک نمود. رئیس ولایت سوخت میگوید هنگام نیزاهای سرحدی که جانب کشور همسایه آغاز کرد 19 نفر فوتیدند. این گروه فوتیدگان برای حمایت یک پارچه زمینی خود جان را از دست دادند و قهرمان میباشند. قریب 19 نفر از همین در وقت کردی جنگ بین جمهوری همسایه تاجیکستان فوتیدند. صدها نفر امروز زخمی شدند. امروز دولت حکومت هست دستگیری میکند. راهبری دولت خانه‌هایی که امروز در وقت جنگ ویران شده بودند سوزاندن. ما یک ماه باز همش برخورد می‌کنیم. ستاد ولایتی با راهبری رئیس ولایت تشکیل شده است. کمیسیون کارکردی شده است. ما بین یک ماه پوره امروز از نو ساخته با مردم به شرایطشان تا همین خاشقو سوزن و همین رسم رشته‌اش ما گرام می‌کنیم. رئیس ولایت سوخت به شعبه احیای بیمارخانه مرکزی شهر اسفره رفته با بیماران صحبت نمود و برای بهتر شدن وضع سلامتی این گروه که 2 نفر را تشکیل می‌دهند تمام شرایط را فراهم آورده است. میگوید برای هر چیز زودتر بهتر گردیدن وضع سلامتی بیماران نه تنها شعبه احیا بلکه تمام زخم برداشتگان ریاست تندرستی ولایت سوخت رایگان دارو و تجهیزات ضروری را فراهم آورده است تا سلامتی نظامیان و همساکنان زخم گرفته بهتر شود. بشه بیاندشتی بدیم اما زمین میرکم کتنده اما کسلی رفته که یاردم دو سرده اما شخص شده برمونه اما اشتگی بود 10 کس اشتگی بود ادون 10 کس بودم اما رسید سستنه وازمین بود داخل شدم بود درست سستنه ناقص. به هر یک زخم برداشتگان که حالا در بیمارخانه مرکزی شهر اسفره قرار دارد 20,000 سومانی کمک پولی از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان و ولایت سوخت تقدیم کرده شد. از روی معلومات سردختر بیمارخانه حالا 2 نفر در شعبه احیا می باشند که وضع سلامتی یکی از آنها که کارمند نظامی است وزنین است. وضع سلامتی باقی مانده زخم و جراحت برداشتگان تا رفت بهتر می گردد. کمک‌های جناب عالی را به شما وعده امروز من صاحب کارانی و تندرستم پهلوی ماندارم این مبلغ‌های به شما سلامتی می‌خواهیم برای فرزندان برای آینده اول نمیشه 20,000 سومان شما امروز تا یک دمه که جان در نفس داره در خدمت همه وطن عزیزمون صادقانه خدمت می‌کنیم. مراکم رحمان جمعه شما 20,000 از نام حکومت همچنین یک صاحب کاری و تندرست از فدراسیون رئیسی ساربانجان که گفت من پهلوی حکومت هنده من پدرشان همین جنده رحمت ساربانجان. امروز در شبکه‌های اجتماعی خبرهای بردروغ وابسته به نیزای سرحدی تاجیکستان و قرقیزستان خیلی زیاد انتشار می‌گردد. از این روی یک گروه خبرنگاران تصمیم گرفتند که خود به جای حادثه رفته از وضع موجوده معلومات عمیق و دقیق را پیشنهاد نمایند. جانب کشور همسایه از ضبط قسم نظامی خواجه اعلی خبر انتشار کرده بود اما بعد رفتن به جای حادثه معلوم گردید که آن فیک است. گروه کاری برنامه اطلاعاتی خبر حالا در قسم نظامی خواجه اعلی قرار داریم که در شبکه‌های اجتماعی گویا این قسم نظامی را مردم جمهوری همسایه احاطه کرده بودند اما این همه فیک است زیرا تمام بود و باش اینجا بودگان همه در همینجا قرار دارند و وضعیت خیلی خوب ارزیابی کرده می شود.
раиси вилояти суғд раҷабой аҳмадзода ба оилаҳои фавтидагони низои сарҳадӣ рафт. Ба ҳар оила ки бесаробон монданд 70 000 сомони маблағ тақдим карда шуд. ҳамчунин гуфта шуд ки нигоҳубини фарзандони нимятӣ мондаи онҳо пурра зери назорати давлат ва ҳукумат қарор дода мешавад. ҳоло барои бартараф намудани оқибатҳои муноқишаҳои назди сарҳадӣ дар вилояти суғд ситоди вилоятӣ оид ба бартарафкунии оқибатҳои низоъҳои назди сарҳадӣ ташкил карда шудааст ки он барои ҳар чӣ зудтар кӯмак намудан ба мардуми осебдида ва бунёди оилаҳои бесарпаноҳ монда нигаронда шудааст. мавзӯъҳои муҳими дигари низои сарҳадиро дар бахшҳои минбаъдаи хабар иттилоъ хоҳем дод. гузориши Мафнушкур ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилооти хабар.